معمولا عادت داریم که یه چیزی رو بریم تاریخچه‌ش هم بخوایم نگاه بکنیم. توی نوشته ها و توی اینترنت من به اینجاها رسیدم که از زمانی که فیلسوفا بودن در حقیقت پرسش و پرسشگری ایجاد شده، ولی یه خورده آدم خودش فکر میکنه میبینی که از زمانی که انسان به وجود اومده با پرسش بوده دیگه. حتی بعضی وقتا جسارت کرده اون چیزی هم که ممنوع بوده رو خورده دیگه، به خاطر اون پرسشه بوده که این رو خورده دیگه، اون سیب رو خورده اومد روی زمین. پس از زمانی که انسان به وجود اومده پرسش و پرسشگری بوده و از زمانی که انسان متولد میشه پرسش و پرسشگری باهاش همراهه. سقراط رو احتمالاً میشناسن همه. جونش رو سر پرسش از دست داد. عادتش این بود که توی کوچه خیابونای آتن قدم میزد و هی سوال میپرسید. پرسشاش باعث چالش میشد، دانسته های آدم ها رو به چالش میکشید. اینقدر مردم از این بابت اذیت میشدن که اسمشو گذاشته بودن خرمگس. مزاحمت ایجاد میکرد دیگه. اینه که اگه به 2500 سال پیشم بریم میبینیم که سقراط با پرسش مردم رو به چالش میکشید.